سلام آقا، بنده موشکاف تو برنامه قبلی امام جمعه نمره موقت سیدعلی یعنی صدیقی رو بردم زیر چرخ خیاطی موشکافی و از تیزی عظما گفتم و سر و صورت شیخ فری. اما از روزه پریروز آخوند صدیقی تو جمعه بازار یه جمله کلیدی رو جا انداختم که میخوام موشکافی امشب و با اون شروع کنم. نکته‌ای که حضرت آقا برای مسئله نفوذ تأکید میکنن، نفوذ خیلی خطرناکتر از جنگه. در جنگ یک شخصیتی رو میکشن، شهید بهشتی رو شهید کردن، شهید رجایی رو شهید کردن، ولی یه وقت یه رئیس جمهور رو با نفوذ فکرش رو عوض میکنن، تصمیمش رو مطابق میل امریکا انجام میدن. آقا این یعنی چی؟ نه جدی، معنی این حرف اونم پشت تریبون جمعه بازار چیه؟ بابا این ولی فقیه داره رئیس جمهوری که خودش تنفیذش کرده رو حالا به جرم نفوذ میچلونه دیگه. اعلام جنگ از این تابلوتر. بفرمایید اینم نسخه علالبدر فیروزآبادی که تعارفاتو کنار گذاشته و نقشه‌های ولی فقیهشو اینجوری رو میکنه. سرلشکر غلامعلی رشید، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت بعد از توافقات هسته‌ای برخی به دنبال بزک کردن چهره منفور آمریکا هستند. این افراد به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول ساده اندیش هستند و خائن نیستند که شاید برخی از مسئولان جزء دسته اول باشند، اما یک عده خائن و نفوذی اند. ما باید در مقابل هر دو دسته بایستیم. بایستید، اساسیاً بایستید. اصلا به ولی فقیهتون بگو هفتیرشو بکشه و بازم به دست و پای خودش شلیک کنه. هرچی جسم عظما ناقصتر بهتر، هرچی نظامتون آشلاشتر کار موشکاف و رفقاش ساده تر. قبل از همه به جای کوبیدن به در و دیوار رأس رو نشونه بگیرید. به جان خودم از اون نفوذیای تیره. پروژه بزرگ نفوذ برای باز کردن جای پای آمریکا در ایران حالا با اظهارات حسن روحانی درباره بازگشایی سفارت آمریکا در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. دستگاه‌های امنیتی توانستند تعدادی از عوامل نفوذ را در ایران دستگیر کنند. در این میان اما ناگهان واکنش عصبی حسن روحانی به این دستگیری‌ها باعث شد برخی احتمالات درباره ماجرای نفوذ تقویت شود. آقا عجب زهری بود این زهر که هنوز هیچی نشده رئیس جمهور نظام و نفوذی کرده. بله دیگه قضیه جدیه. سیدعلی بافور نگران عمامشه، میترسه کوسه و شیخ فری با هم دست به یکی کنن و به اسم اعتدال و تعامل و این حرفا فاتحه ولایت فقیه رو بخونن و دم به نظامو بچسبونن به کجا؟ به قهر. حالا تو این گیرودار حرف ورق پارهای کوسه چیه؟ خودتون بشنوید. در این دولت گشودگی اقتصادی جدی و حیاتی است و این گشودگی اقتصادی اگر ممکن شود حامل اتفاقات مهمی است و مهمترین آنها نوعی پیوند نیمبند با اقتصاد جهانی است. تجارت با دنیا یعنی فراموشی زخم‌های تاریخی، دردها، رنجها و رویاها. از این رو با خرد مجادله ها و خرد گفتمان ها نمیتوان برنامه جدی برای مقابله با سرمایه‌داری جهانی و نسخه تازه آن در منطقه اندیشید. اینم از حرف باند کوسه که میخواد با نفوذ تو دم و دستگاه عظما رویاهای امامشو فراموش کنه تا بتونه رویاهای خودشو حفظ کنه و از پیوند نیمبند با غرب پل بزنه به تاج اکبرشاهی. خلاصه که دعوا سر 2 تا کوره راهه، دعوا سر 2 تا تنابه برای نجات رژیمه. اما نکتهش اینجاست که هر دو این تنابا پوسیدن، از هر طرف که بکشن و به هر جا که برن النهایه همشون جمعی راهی جز سقوط ندارن. آقا خوشحال شدیم دیمتون، تا فردا شب زد زیاد.